تو خیابون بودم. ماشین جلویی خیلی آروم آهسته داشت پیش میرفت و با اینکه داشتم مدام بوق میزدم به من راه نمیداد. دیگه داشتم عصبانی میشدم که ناگهان چشمم به نوشته کوچیکی روی شیشه عقبش افتاد. نوشته بود: راننده این ماشین ناشنوا هست. لطفاً صبور باشید. مشاهده این نوشته همه چیزو تغییر داد. بلافاصله آروم گرفتم. سرعتم رو کم کردم و چند دقیقه با تأخیر رسیدم به خانه. ولی مشکلی نبود. یه لحظه با خودم به فکر فرو رفتم که آیا اگه نوشته پشت شیشه نبود من باز هم صبوری به خرج میدادم. راستی چرا برای صبر و قضاوت نکردن در مورد مردم به یک نوشته نیاز داریم؟ یعنی اگه آدما به پیشونی خودشون نوشته هایی بزنن با اونها صبورتر و مهربانتر میشیم. نوشته هایی مثل: کارم رو از دست دادم، عزیزی رو از دست دادم، من خیلی تنهام، با من بد برخورد نکنید، در حال مبارزه با سرطان هستم، در مراحل طلاق گیر کردم، احساس بی‌ارزشی و حقارت میکنم و نوشته‌های دیگه. بیننده عزیز، بیا نوشته‌های نامری همدیگه رو خوب درک کنیم، چون همه چیز رو نمیشه فریاد زد. بیا به همدیگه بدون چشم داشت مهربانی و احترام بذاریم. ممنونم از ارسال این پست بابت فرهنگ و انسانسازی.